سلام علیکم. خیلی سلامتی خوبه؟ الحمدلله میشه. زنده باشی. خب پردای مشتری را بردن چسبوندی؟ بله بردیم. یگان مشکل نشید؟ نه یگان مشکل نیست. مشتری همون 100% روزیان. بهترین. خب چی گپ خبر؟ همه تنجی؟ خدا تنج باشه. خدا زنگش بزنم نزنم چیکار کنم؟ به زنگش میزنم چیزش شد. خوب میشه قطعش گپ زنی. نمیتونم. منچه جان اینقدر خط عذاب نتی. بهتر میشه که قطعش گپ زنی. اسماعیل جان اون چیزی که در درون دلی ما احساس کردن نمیتونم. او کاری که در حق ما کردگی بخشیده نمیشه. منچه تو در این وقت زمان آدم بی خطا شاید که همه آدم در حق تهم کار کردگی نباشه. شاید که تو گمانی بد برده باشی. به همین خاطر خوب میشه یک بار قطعش گپ زنی که چی میگه. خب یک بار به خاطریت خب او زیاده. الو سلام منوچهر. برای چی دیگر زنگ نزدی؟ راستی کم تره کار برام بسیارتر بود. نتونستم جواب دادم. تو را یاد کردم. میتونیم بخوریم؟ با بخوریم مایلش. ما هم تده گل داشتم. خب در جواب میخوریم. در جای هر وقته. تمام حاضر میام. خب مایلش. خب تمام چه جان چی گپ شی؟ بخوریم میگم. بهترین لیکن منچه جان یک چیز یادت نبرار. اول اندیشه بعد گفتار. خوب گوشش که ببین که چی میگه بعد خلاصه اخته ببرار. وقتشون میده. رحمت. من نمیدونم خودت یه جوری آرومم کن. من که جز دستای تو راه فراری ندارم. یه دیوونه که اصلا کار
به جایی ندارم. همه دنیا تویی، باقی همش یه بازیه. کوچه ها تنگ میشن وقتی نگات ناراضیه. انگاری یه شهر محکومن و چشمات بازیه. هی هوا کمتر شد، جاده ها باریکن. من نمیدونم برم یا بمونم، کاری کرد چشم تو ساکت شم، یه آب راکت شم. هی هوا بدتر شد، مسیرها تاریکن. من نمیدونم برم یا بمونم، کاری کرد چشم تو داغون شم، هدف بارون شم.